به نام خدا. سلام خدمت شما دوستای عزیز و نازنین. امیدوار هستم که حالتان خوب بشه. انجینیر محمد هادی نظری هستم از مجموعه آموزشی ابزار کانکور با جلسه 4 از فصل 6 با موضوع متریکس ها در خدمت شما هستم. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل ما در رابطه با ضرب دو متریکس صحبت کردیم. گفتیم که دو متریکس در صورتی میتونن در همدیگه ضرب شوند که تعداد ستونهای متریکس اول ما برابر با تعداد سطرهای متریکس دوم ما باشن و در رابطه با طریقه ضرب هم صحبت کردیم. در ادامه در رابطه با ترانسپوز یک متریکس صحبت کردیم. گفتیم اگر در یک متریکس ما بگیریم جای سطرها و ستونها را با همدیگه تبدیل کنیم یک متریکس جدیدی حاصل میشه که به اون میگفتیم متریکس ترانسپوز و در رابطه با خواص متریکس ترانسپوز هم با شما صحبت کردیم. اما در این جلسه یعنی جلسه 4 دوستای عزیز میخوایم در مورد دو موضوع صحبت کنیم. موضوع اول در رابطه با دیترمینانت که دیترمینانت تعریف مونیم، طریقه محاسبه دیترمینانت متریکس های 2 در 2 و 3 در 3 خدمت شما عزیزان بیان مونیم و در ادامه در رابطه با خواص دیترمینانت با شما صحبت داریم. پس با ما همراه باشید. خب موضوع اول در رابطه با دیترمینانت. دیترمینانت چیه دوستای عزیز؟ دیترمینانت عددی حقیقیه که برای متریکس های مربع ما را محاسبه مونیم. پس حواستان باشه که دیترمینانت فقط برای متریکس های مربع محاسبه میشه. اگر یک متریکس داشتین که مربع نبود دیترمینانت برای از او تعریف نشده. خب متریکس های مربع چه متریکس هایی بودن؟ یادتان هست در جلسات قبل گفتیم متریکس های مربع متریکس هایی بودن که تعداد سطرها و ستونهای آنها با هم دیگه برابر بود دیگه. صحیح است؟ پس ما دیترمینانت برای متریکس های مربع محاسبه مونیم. خب حالا دیترمینانت چه قسمی نمایش میدیم؟ دیترمینانت دوستای عزیز با DET A نمایش میدیم یا یک حرف انگلیسی که در هر دو طرف از اون ما یک خط عمود قرار داریم، شبیه همون قیمت مطلقه که قبلا یاد گرفتیم. پس طریقه های نمایش دیترمینانت به این صورت های. اما کاربرد دیترمینانت چیه دوستای عزیز؟ دیترمینانت برای دریافت معکوس متریکس ها و همچنین در حل سیستم های معادلات خطی کاربرد داره که با در جلسات بعدی انشاءالله در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. پس کاربرد دیترمینانت ها هم یاد گرفتیم در دریافت معکوس متریکس ها و همچنین در حل سیستم معادلات خطی. اما دیترمینانت متریکس های 2 در 2 چه قسمی محاسبه میشه دوستان عزیز؟ محاسبه دیترمینانت متریکس های 2 در 2 و 3 در 3 با هم دیگه فرق مونه. ما اول 2 در 2 رو که ساده تر هسته خدمت شما بیان مونیم، باز میریم سراغ محاسبه دیترمینانت متریکس های 3 در 3. خب محاسبه دیترمینانت متریکس های 2 در 2 دوستان عزیز ما یک متریکس داریم اینجا 2 در 2 دیگه. 2 در 2 یعنی چی؟ یعنی تعداد سطرها 2 تا، تعداد ستونها هم 2 تا دیگه. عناصر شما ببینین A, B, C و D. صحیح است؟ ما در جلسات قبل در رابطه با قطر اصلی و فرعی هم با شما صحبت کردیم. گفتیم عناصر A و D میشه عناصر قطر اصلی و عناصر B و C میشه عناصر قطر فرعی ما. اما دیترمینانت 2 در 2 رو چه قسمی محاسبه کنیم دوستان عزیز؟ خب میگیم دیترمینانت مساوی میشه با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی A ضرب در D منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی یعنی B ضرب در C. پس به همین راحتی ما میتونیم دیترمینانت متریکس های 2 در 2 را حساب کنیم. حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. خب چند تا مثال بزنیم در این رابطه تا با این موضوع بیشتر آشنا شوید. خب مثال چی گفته؟ گفته دیترمینانت متریکس های زید را دریافت کنید. خب به متریکس ها که نگاه کنیم متریکس های ما متریکس های 2 در 2. خب می نویسیم اینها
مرتبه اینها 2 در 2. خب میریم سراغ محاسبه دترمینانت اینها. میگیم که دترمینانت A مساوی میشه با، خب در 2 در 2 چیکار میکردیم؟ میگفتیم حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی. روی قطر اصلی ما چی عناصر قرار گرفته؟ احسن بر شما 8 و منفی 3. پس اینا رو در هم دیگه ضرب کنیم، میشه 8 ضرب در منفی 3 دیگه. منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. روی قطر فرعی چی عناصر قرار گرفته؟ 15 و 7. پس میشه 15 ضرب در 7 دیگه مساوی میشه با 8 ضرب در منفی 3 میشه منفی 24 منفی 15 ضرب در 7 میشه 105. 105 و 24 میشه منفی 129. پس دترمینانت ما منفی 129 محاسبه کردیم. میریم سراغ دترمینانت متریکس B. متریکس B هم یک متریکس 2 در 2. تعداد سطرها 2 تا، ستونها هم 2 تا. پس میریم سراغ دریافت دترمینانت از این. میگیم که دترمینانت متریکس B ما مساوی میشه با، خب گفتیم حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی. روی قطر اصلی چه عناصریه؟ منفی 5 و منفی 3 دیگه. اینها رو در هم ضرب کنیم. پس میگیم که منفی 5 ضرب در منفی 3 منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. روی قطر فرعی چه عناصریه؟ منفی 4 و منفی 2 دیگه. اینها رو هم در هم ضرب کنیم. میگیم منفی 4 ضرب در منفی 2 مساوی میشه با، خب 5 ضرب در 3 میشه 15 دوستای عزیز، منفی 4 ضرب در 2 هم برابر با 8 میشه، 15 منفی 8 برابر با 7 شد. پس دترمینانت متریکس B ما برابر با 7 شد. پس ما طریقه دریافت دترمینانت متریکس های 2 در 2 را یاد گرفتیم. میریم سراغ محاسبه دترمینانت متریکس های 3 در 3. خب طریقه دریافت از حالت قبلی یکم پیچیده تره، چند تا مرحله داره. ما این مرحله رو خدمت شما عزیزان بیان مونیم. خوب حواست بگیر که این دترمینانت متریکس های 3 در 3 رو ما چه قسمه دریافت مونیم. خب این دترمینانت در نظر بگیرین 3 در 3 متریکس A 3 در 3 دیگه. عناصرش A B C D E F G H و I هستن. میگیم مرحله اول دوستای عزیز. اما قبل از اینکه وارد اینها شویم دوستای عزیز، ما یک چیز خدمت شما بگم. بین این ستون ها را مثبت منفیاش معلوم کنیم. میگیم اگر روی ستون اول کار کردیم مثبت میگیریم، قرار دادن روی ستون دوم کار کردیم منفی و روی ستون سوم کار کردیم اینم باز مثبت در نظر بگیریم. مرحله اول چی میگه؟ میگه بین ستون اول و سطر سوم حذف کنید. یعنی فکر کنید که اصلا ستون اول و سطر سوم وجود خارجی نداره، پس ما روی اینها یک خط میکشیم، یعنی اینها وجود ندارن، ستون اول و سطر سوم. و میگه عنصر تقاطع را مشخص کنید. عنصر تقاطع چی میشه دوستان عزیز؟ شما اگر روی ستون اول خط بکشین و سطح سوم هم خط بکشین، اینها در عنصر G همدیگر قطع مونن، پس G میشه عنصر تقاطع ما دیگه. صحیح است؟ خب بعد میگه چیکار کنین؟ میگه چه عناصری باقی میمانه؟ عناصری که باقی میمانه چه عناصریه؟ B، C، E و F دیگه. صحیح است؟ این 4 عنصر باقی مانده. میگه بین اینها یک دترمینانت 2 در 2 بگیرین دیگه، چون 4 تا عنصر شد 2 در 2 دیگه. میگیم که دترمینانت 2 در 2 رو بگیرین و در عنصر تقاطع ضرب کنین. خب این کار انجام میدیم. میگیم که دترمینانت ما چی میشه؟ میشه BF یعنی حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی منفی CE یعنی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی، حاصل از این در عنصر تقاطع که G هست ضرب مونیم و این را مثبت در نظر میگیریم دوستای عزیز. چرا؟ چون گفتیم اگر روی ستون اول ما کار کردیم این را مثبت در نظر میگیریم. این شد مرحله اول. این مرحله اول به خاطر داشته باشید. میریم سراغ مرحله دوم.
مرحله دوم چی میگه؟ میگه شما در این مرحله بین ستون دوم و سطر سوم حذف کنید. یعنی فرض کنید که در متریکس ستون دوم و سطر سوم وجود خارجی نداره. خب ما این کار انجام میدیم، ستون دوم یم سطر سوم، و میگه عنصر تقاطع رو معلوم کنید. عنصر تقاطع ما چی میشه؟ عنصر تقاطع ما H میشه دیگه. صحیح است؟ محل برخورد خطی که روی عنصر روی ستون دوم کشیدیم و خطی که روی سطر سوم کشیدیم میشه H دیگه، عنصر H دیگه. پس عنصر تقاطع ما میشه چی؟ میشه H. خب چه عناصری باقی مانده دوستای عزیز؟ A, C, D و F. میگه چیکار کنید؟ میگه بین این عناصر باقی مانده شما یک دیترمینانت 2 بگیرین و در عنصر تقاطع ضرب کنید. صحیح است؟ خب این کار ما انجام میدیم. میگیم که میشه حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی A ضرب در F منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی یعنی C ضرب در D ضرب در عنصر تقاطع ما که چی شد؟ H شد. و حواستون هست که اینجا ما منفی در نظر گرفتیم. چرا منفی در نظر گرفتیم؟ چون گفتیم که همان اول کار گفتیم اگر روی ستون اول کار کردیم این رو مثبت در نظر میگیریم، ستون دوم منفی و ستون سوم هم مثبت. چون روی ستون دوم کار کردیم این رو ما منفی در نظر گرفتیم. این شد مرحله دوم. میریم سراغ مرحله سوم. در مرحله سوم میگه که ستون سوم و سطر سوم شما حذف کنید. خب این کار انجام میدیم. این ستون سوم و این هم سطر سوم ما. وقتی که حذف انجام میدیم عنصر تقاطع ما چی میشه؟ احسن بر شما، میشه آی دیگه. خب این شد عنصر تقاطع ما. خب میگه بین عناصر باقی مانده چه عناصری باقی مانده؟ A باقی مانده، B، D و E. میگه بین اینها یک دیترمینانت 2 بگیرید. خب میگیریم این کار انجام میدیم. چی میشه؟ میشه حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی A E منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی یعنی B D ضرب در عنصر تقاطع. عنصر تقاطع ما هم که شد I دیگه. صحیح شد؟ پس این شد مرحله سوم ما. در مرحله چهارم میگه تمام مراحل 1 و 2 و 3 را با هم دیگه جمع کنید. به همین راحتی. خب ما این کار انجام دادیم. این میشه مرحله اول ما. این قسمت میشه مرحله دوم. حواستون باشه اینجا منفیه چون روی ستون دوم کار کردیم و اینجا میشه مرحله سوم ما. پس به این ترتیب ما میتونیم دیترمینانت متریکس های 3 در 3 را دریافت کنیم. خب مثال بزنیم تا بیشتر آشنا شوید. مثال چی گفته؟ گفته دیترمینانت ذیل را دریافت کنید. خب شما میبینید که یک متریکس 3 در 3 داریم. میخوایم این دیترمینانت دریافت کنیم. دوستان عزیز چی کار مونیم؟ گفتیم در قدم اول میم ستون اول و سطر سوم هست مونیم، عنصر تقاطع را معلوم مونیم دیگه. صحیح است؟ پس مینویسیم میگیم که دیترمینانت A مساوی میشه با عنصر تقاطع ما 2 ضرب در. خب چه عناصری باقی مانده؟ 1 و 1 منفی 2 و 5. خب یک دیترمینانت 2 در 2 بین اینها میگیریم. چی میشه؟ حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی 5 ضرب در 1. پس میگیم که 1 ضرب در 5 منفیه حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. روی قطر فرعی چه عناصری داریم؟ 1 و منفی 2. پس میشه 1 ضرب در منفی 2 دیگه. صحیح است؟ خب این تمام شد. در مرحله دوم چی کار میکردیم؟ میمادیم ستون دوم و سطر سوم حذف میکردیم، عنصر تقاطع رو معلوم میکردیم. عنصر تقاطع چیه؟ 8. پس میشه منفیه. چرا منفی؟ چون داریم روی ستون دوم کار میکنیم. منفی 8 ضرب در. خب چه عناصری باقی مانده به جز اینایی که خط کشیدیم؟ 6 و 1 4 و 5 باقی مانده. بین اینها دیترمینانت 2 در 2 میگیریم. میشه چی؟ میشه 6 ضرب در 5 منفی 1 ضرب در 4 دیگه. صحیح است؟ خب جمع. خب جمع دوستان عزیز در مرحله سوم چیکار می‌کنیم دوستان عزیز؟ میم ستون سوم و سطر سوم حذف مونیم. وقتی که حذف کردیم عنصر تقاطع ما میشه چی؟ میشه 7. پس میشه جمع 7 ضرب در. چه عناصری باقی مانده؟ 6 و 1 4 و منفی 2. خب اینجا یک دیترمینانت 2 در 2 میگیریم. چی میشه؟ میشه 6 ضرب در منفی 2 منفی 1 ضرب در 4 دیگه.
صحیح شد؟ خب حالا ادامه میدیم دوستان عزیز. میگیم که دیترمینانت A ما مساوی میشه با، خب یک ضرب در 5 میشه 5، یک ضرب در -2 میشه چی؟ -2. 5 -2 میشه 7، 2 ضرب در 7 هم میشه 14 منفی. خب 6 ضرب در 5 30 دوستای عزیز، یک ضرب در 4 هم میشه 4، 30 منفی 4 میشه 26 دیگه. 8 ضرب در 26 کنیم میشه 208. 6 ضرب در -2 میشه -12، یک ضرب در 4 هم میشه 4 منفی 12 منفی 4 میشه -16، -16 ضرب در 7 میشه -112 مساوی میشه با -306 دیگه. پس دیترمینانت ما برابر با -360. اما برای محاسبه دیترمینانت به روش ساروس دوستای عزیز چی کار انجام میدیم؟ یک روش دیگه بجز روش قبلی وجود داره به نام روش ساروس. خب در این روش چی کار میدیم؟ خب حواست جمع کن. میگیم که ستون اول و ستون دوم در نظر میگیریم، اینها را یک بار دیگه به صورت تکرار در سمت راست ماتریکس مینویسیم. به این نحو این ستون اول نوشتیم، این هم ستون دوم ما. پس ستون اول و دوم به صورت تکرار در سمت راست مینویسیم. خب این کار انجام دادیم. در قدم بعدی چی کار مونیم برای محاسبه دیترمینانت به روش ساروس؟ میگیم از سمت چپ به راست که حرکت مونیم، عناصر ستایی که روی قطر اصلی قرار گرفتن معلوم مونیم. چه عناصری هستن؟ عناصر A, E, I, B, F, G, C, D, H. خب چی کار مونیم؟ میگیم این عناصر روی قطر اصلی رو در همدیگه ضرب مونیم، حاصلشون هم با همدیگه جمع مونیم. پس به این ترتیب میشه دیگه. میشه دوستای عزیز A, E, I یعنی اینجی جمع B, F, G جمع C, D, H دیگه. خب این منفیه. منفی چی دوستای عزیز؟ میگیم که بار دیگه از سمت راست به سمت چپ عناصر ستایی که روی قطر فرعی قرار گرفتن هم معلوم مونیم. خب چه عناصری هستن؟ شما میبینین که C, E, G AFH و BDI عناصری هستند که به صورت ستایی و روی قطر فرعی ما قرار گرفتن. خب ما چی کار مونیم؟ ما حاصل ضرب اینها رو هم دریافت مونیم. حاصل ضرب اینها میشه چی؟ CEG AFH BDI. حاصل ضرب اینها رو دریافت مونیم و با هم دیگه جمع مونیم. به این ترتیب میتونیم دیترمینانت به روش ساروس دریافت کنیم. پس چی شد؟ شد مجموع حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی منفی مجموع حاصل ضرب عناصر روی قطرهای فرعی ما. خب مثال بزنیم دوستان عزیز. گفته دیترمینانت زید را دریافت کنید. ما این رو میخوایم به روش ساروس دریافت کنیم. خب ادامه میدیم. گفتیم در قدم اول چیکار مونیم؟ ستون اول و ستون دوم به صورت تکرار در سمت راست مینویسیم. پس این کار انجام بدیم. میشه چی؟ میشه منفی 2 1 و منفی 1 دیگه. ستون دوم ما میشه 1 2 و 2 دیگه. خب این کار انجام دادیم. بعد مییم از سمت چپ به راست دیگه. صحیحه؟ عناصر ستایی که روی قطر اصلی قرار گرفتن معلوم مونیم. این رو با رنگ سرخ برای شما معلوم کنم. میشه ای سه عنصر، ای سه عنصر و ای سه عنصر. خب میریم اینها رو مینویسیم. میگیم که دیترمینانت A مساوی میشه با منفی 2 و منفی 1 روی یک قطر قرار گرفتن. اینها رو در هم دیگه ضرب مونیم. پس چی میشه؟ میشه منفی 2 ضرب در 2 ضرب در منفی 1 جمع مونیم با چی؟ 1 و 3 و منفی 1 روی یک قطر دیگه قرار گرفته. پس اینها رو هم در هم دیگه ضرب مونیم. میشه 1 ضرب در 3 ضرب در منفی 1 جمع مونیم با چی؟ 0 و 1 و 2 هم روی یک قطر اصلی دیگه قرار گرفتن. پس میشه 0 ضرب در 1 ضرب در 2. خب این شد چی؟ این شد مجموع حاصل ضرب عناصر روی قطرهای اصلی. خب اینو میگیم منفیه. منفی چی دوستان عزیز؟ با یک رنگ دیگه نشان بدم. میگیم که از سمت راست به چپ عناصر ستایی که روی قطرهای فرعی قرار گرفتن اینها رو معلوم مونیم. این سه عنصر میشه ای سه عنصر و
این سه عنصر ما میشه. خب اینها رو با رنگ سبز برای شما می‌نویسم. میشه چی؟ 1 0 و 2 منفی 1 رو 1 قطر قرار گرفتن، پس میشه 0 ضرب در 2 ضرب در منفی 1 جمع منفی 2 3 و 2 رو 1 قطر دیگه قرار گرفتن، اینها رو هم در هم دیگه ضرب کنیم، پس میشه منفی 2 3 و 2 جمع 1 و 1 و منفی 1 هم در 1 قطر دیگه فرعی ما قرار گرفتن، اینها رو هم در هم ضرب میکنیم، پس میشه 1 ضرب در 1 ضرب در منفی 1 شد دیگه. خب حاصل اینها رو دوستان عزیز دریافت کنیم. خب میریم سراغ حاصل اینها. میگیم که منفی 2 ضرب در 2 ضرب در منفی 1 دوستان عزیز میشه چی؟ میشه 4. 1 ضرب در منفی 3 میشه منفی 3 و اینجا میشه 0 دیگه. خب در نتیجه 4 منفی 3 برابر با 1 میشه منفی. خب میریم سراغ بعدی دوستان عزیز. 0 ضرب در 2 ضرب در منفی 1 0 میشه. منفی 2 ضرب در 2 4 4 ضرب در 3 میشه 12 منفی و اینجا میشه منفی 1 منفی 12 منفی 1 میشه منفی 13. یک منفی هم اینجا داریم میشه مثبت 13 دیگه. در نتیجه دوستان عزیز جواب ما چی شد؟ دترمینانت A ما برابر با 14 شد. یم از حل دترمینانت 3 در 3 به روش ساروس. میریم سراغ خاصیت بعدی. خاصیت بعدی میگه اگر در یک متریکس دو سطر یا دو ستون مشابه همدیگر باشد دترمینانت ما برابر با 0 میشه. مثال نگاه کنید، متریکس A اگه خوب نگاه کنید میبینید که ستون دوم و ستون سوم ما عناصرش مشابه همدیگه، پس در نتیجه دترمینانت از این برابر با 0. میریم سراغ خاصیت بعدی. میگه که اگر عناصر یک سطر یا ستون متریکس مضربی از عناصر سطر یا ستون دیگه باشه در این حالت هم دترمینانت ما 0. مثلا شما نگاه کنید در این متریکس سطر دوم ما عناصری که در سطر دوم قرار گرفتن مضرب لامدا از عناصر سطر اول ما، مثال بزنیم نگاه کنید متریکس A مساوی میشه با، اگر عناصر سطر اول شما مثلا 1 و 2 و 3 باشه، سطر دوم شما 2 4 و 6 باشه، سطر سوم مثلا منفی 4 0 و منفی 5 باشه. صحیح است؟ خب حالا میتونیم اینو به چه صورت بنویسیم؟ اینو به این صورت میتونیم بنویسیم که 1 2 3 2 ضرب در 1 بجای 4 هم 2 ضرب در 2 مینویسیم و بجای 6 هم 2 ضرب در 3 مینویسیم. منفی 4 0 و منفی 5 دیگه. خب اگه خوب توجه کنید میبینید که دوستای عزیز عناصر سطر دوم ما مضرب 2 از عناصر سطر اول ما هستن، پس در این حال هم دترمینانت ما برابر با 0 هستن. میریم سراغ خاصیت بعدی. خاصیت بعدی چی میگه دوستان عزیز؟ خاصیت بعدی میگه که دترمینانت A ترانسپوز با دترمینانت A با هم دیگه برابره. مثال بزنیم، شما مثال در نظر بگیرین متریکس A یک متریکس 2 در 2 دیگه. صحیح است؟ خب اولین کاری که مونیم A ترانسپوز دریافت مونیم، این میشه A ترانسپوز مساوی میشه با، ما طریقه دریافت A ترانسپوز در جلسه قبل گفتیم متریکسیه که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده، پس این میشه 2 منفی 3 و اینجا میشه 1 و 5. خب از این دترمینان میگیم که دترمینان A ترانسپوز مساوی میشه با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی 2 ضرب در 5 منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی یعنی 1 ضرب در منفی 3 دیگه. خب مساوی میشه با 2 ضرب در 5 10 منفی 3 میشه مثبت 3 برابر با 13 شد دیگه. خب شد سمت چپ مساوات. میریم سراغ سمت راست. دترمینانت A میخوایم دریافت کنیم، مساوی میشه با خب حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی چی؟ یعنی 2 ضرب در 5 دوستان عزیز منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی یعنی منفی 3 ضرب در 2 دیگه، منفی 3 ضرب در 1. خب 2 ضرب در 5 10 میشه، منفی 3 دوستان عزیز میشه مثبت 3 برابر با 13 شد. پس میبینین که سمت چپ و راست ما با هم دیگه برابر شد، یعنی دترمینانت A ترانسپوز همیشه با دترمینانت A با هم دیگه برابر هستن. خب میریم سراغ خاصیت بعدی.
خاصیت بعدی چی میگه؟ میگه اگر شما جای دو سطر یا دو ستون در یک متریکس بگیرین با هم دیگه عوض کنین، تبدیل کنین، علامت دیترمینانت شما تغییر مونه. خب مثال ببینید دوستان عزیز، یک متریکس 3 در 3 داریم، متریکس A ما است، صحیح است؟ خب چیکار مونیم؟ میگیم که جای سطر اول و سطر سوم با هم دیگه تبدیل مونیم. در نتیجه یک متریکس جدید حاصل میشه، متریکس B. شما میبینید که متریکس B همان متریکس A که جای سطر اول و سطر سوم اینها با هم دیگه چیکار شده؟ تبدیل شده، عوض شده. پس در نتیجه میتونیم بگیم که دترمینانت A مساوی میشه با منفی دترمینانت B. صحیح شد؟ پس این هم از خاصیت بعدی دترمینانت. خاصیت بعدی چی میگه؟ خاصیت بعدی میگه که میتونیم در یک دترمینانت از یک عامل مشترک در یک سطر یا ستون ما فاکتور بگیریم. مثال بزنیم. شما این مثال در نظر بگیرید، متریکس A مایه، صحیح است؟ خب اگه خوب توجه کنید میبینید که ما سطر اول میتونیم بر 6 بخش پذیر کنیم دیگه. پس میگیم که این به این صورت می‌نویسیم دترمینانت A مساوی میشه با جای 102 میتونیم بنویسیم که 6 ضرب در 17. به جای 18 میتونیم بنویسیم 6 ضرب در 3. به جای 36 هم میتونیم بنویسیم 6 ضرب در 6 دیگه. بقیه عناصر خودش 1 3 4 17 3 و 6 دیگه. خب ما میتونیم از این 6 که یک عامل مشترک در سطر اول ما هست فاکتور بگیریم. پس فاکتور میگیریم دوستان عزیز، این به این صورت میشه 6 در 17 3 6 1 3 4 17 3 و 6 دیگه. پس ما تونستیم از یک عامل مشترک در یک سطر چیکار کنیم؟ فاکتور بگیریم. خاصیت بعدی چی میگه؟ خاصیت بعدی میگه که دترمینانت متریکس واحد برابر با 1. متریکس واحد ما با آی نمایش میدادیم. یادتون هست متریکس واحد چه متریکسی بود؟ متریکسی مربعی و قطری بود که عناصر روی قطر اصلی از او برابر با 1 بود. پس میشه دترمینانت متریکس واحد یعنی دترمینانت آی همیشه برابر با 1. پس اگر یک متریکس به این صورت به شما دادن و شما تشخیص دادین که این متریکس یک متریکس واحده، دترمینانت از این برابر با 1 میشه. خاصیت بعدی چی میگه؟ خاصیت بعدی میگه دترمینانت متریکس مثلثی بالایی و مثلثی پایینی برابر میشه با حاصل ضرب عناصر قطر اصلی. مثلا شما این متریکس نگاه کنید، این متریکس ما یک متریکس بالا مثلثی یا مثلثی بالاییه، این متریکس ما یک متریکس مثلثی پایینیه. خب میگه که وقتی دترمینانت همچین متریکس هایی را از شما خواستن، این برابر میشه با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی یعنی A ضرب در E ضرب در I. خب دوستان عزیز درس ما خلاص شد. بریم با هم دیگه چند تا سوال کنکور را بررسی کنیم. سوال اول از فرم اول هرات مطرح شده. گفته اگر متریکس های A و B را به شما داده باشند که هر دو اینها 2 در 2، در این صورت 2 تا دترمینانت A جمع 3 تا دترمینانت B را دریافت کنید. خب اولا بریم سراغ دترمینانت A. دترمینانت A چی میشه دوستان عزیز؟ حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی میشه چی؟ میشه 1 ضرب در 1 دیگه، منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی که 2 ضرب در 3، 2 ضرب در 3 دیگه، مساوی میشه چند؟ 1 منفی 6 برابر با منفی 5 میشه. خب میریم سراغ دترمینانت B. مساوی میشه با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی میشه چی؟ میشه 3 ضرب در 2 منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی میشه 1 ضرب در 3 دیگه. پس میشه 6 منفی 3 برابر با 3 شد. اما سوال از ما چی خواسته؟ گفته 2 تا دترمینانت A جمع 3 تا دترمینانت B دیگه. پس میگیم 2 تا دترمینانت A جمع 3 تا دترمینانت B دیگه، مساوی میشه با 2 تا دترمینانت A چند شده؟ شده منفی 5، 2 ضرب در منفی 5 جمع 3 ضرب در دترمینانت به ایمام 3 شده. پس میشه 2 ضرب در منفی 5 منفی 10 جمع 3 ضرب در 3 هم 9 برابر با منفی 1 میشه. گزینه C پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته دترمینانت متریکس A را دریافت کنید. خب
متریکس ما یک متریکس 2 در 2. در متریکس های 2 در 2 میگفتیم که دیترمینانت ما برابر میشه با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی. پس چی میشه؟ میشه 5 ضرب در ساین به توان 2x دیگه، چون عناصر روی قطر اصلی ما یکیش 5 یکیش ساین به توان 2x منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. روی قطر فرعی ما یک منفی 5 داریم ضرب در کوساین به توان 2x شده. خب منفی در منفی دوستان عزیز مثبت میشه، پس ما از یک 5 فاکتور میگیریم، میشه 5 ضرب در ساین به توان 2x جمع کوساین به توان 2x دیگه. خب ساین به توان 2x جمع کوساین به توان 2x ما در مثلثات یاد گرفتیم که برابر با 1، پس میشه 5 ضرب در 1 برابر با 5 میشه. گزینه A پاسخ صحیح این سوال شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته اگر متریکس A ما با عناصر A 4 منفی A و 5 باشه و دترمینانت A ما برابر با 2 باشه، پس قیمت A را برای ما دریافت کنید. خب میریم سراغ حل از این. متریکس ما یک متریکس 2 در 2، پس می‌نویسیم که دترمینانت A مساوی میشه با، در متریکس های 2 در 2 دترمینانت میشد حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی. روی قطر اصلی چه عناصریه؟ 5 و A. پس در هم دیگه که ضرب کنیم میشه چی دوستان عزیز؟ میشه 5 A دیگه منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. روی قطر فرعی 4 و منفی A در هم دیگه که ضرب شه میشه منفی 4A. یک منفی هم اینجا داریم میشه مثبت 4A. خب دترمینانت A هم که خود سوال به ما چند داده؟ 2 داده دیگه. 2 مساوی میشه با 5A جمع 4A میشه 9A. در نتیجه A مساوی میشه با 2 بر 9 دیگه. کدام گزینه شد؟ گزینه A پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم 4 بدخشان گفته قیمت دترمینانت زید را دریافت کنید. خب یک دترمینانت به ما داده 3 در 3. میریم سراغ حل از این به روش ساروس دوستان عزیز که راحت تره. پس یک بار دیگه عناصر رو می نویسیم. 1 6 2 6 و 1 هسته. اینجا 1 اینجا 4 و اینجا هم 1. یک بار دیگه از ستونهای اول و دوم به صورت تکرار در سمت راست می نویسیم. پس چی میشه؟ میشه 1 6 و 2. اینجا میشه 2 6 و 1 دیگه دوستان عزیز. صحیحه؟ خب حالا میخوایم میره با روش ساروس حل کنیم. چیکار میکردیم دوستان عزیز؟ میگفتیم دترمینانت ما برابر میشه با مجموع حاصل ضرب عناصر روی قطرهای اصلی. قطرهای اصلی معلوم مونیم 1 و 6 و 1 2 4 و 2 و 1 و 6 و 1. خب اینها رو می‌نویسیم. میگیم که میشه 1 ضرب در 6 ضرب در 1 جمع 2 ضرب در 4 ضرب در 2 جمع 1 ضرب در 6 ضرب در 1 دیگه منفی حاصل ضرب عناصر روی قطرهای فرعی. روی قطرهای فرعی چه عناصری داریم دوستان عزیز؟ با یک رنگ دیگه نمایش بدم، چون 2 و 6 و 1 داریم، 1 و 4 و 1 داریم و 1 و 6 و 2 داریم دیگه. خب اینها رو می‌نویسیم. میشه 2 ضرب در 6 ضرب در 1 جمع 1 ضرب در 4 ضرب در 1 جمع 1 ضرب در 6 ضرب در 2 دیگه. خب میریم سراغ حل از این. میگیم 1 ضرب در 6 میشه 6، 2 ضرب در 4 8، 8 ضرب در 2 میشه 16، 6 هم ضرب در 1 برابر با 6 میشه. 6 و 6 12 دوستای عزیز. 12 رو با 16 جمع کنیم میشه چند؟ میشه 28 دیگه. 28 منفیه. 2 ضرب در 6 12، 4 ضرب در 1 4، 6 ضرب در 2 هم برابر با 12 میشه. 2 تا 12 تا 24 تا با 4 تا میشه 28 تا 28 منفی 28 برابر با 0 میشه. گزینه دی پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته اگر A یک متریکس 2 در 3 باشد دترمینانت A برابر با کدام گزینه؟
دوستای عزیز اگر به خاطر داشته باشید ما در اول همین جلسه گفتیم ما دترمینانت فقط برای متریکس های مربعی مطرح مونیم. این متریکس اگه نگاه کنید یک متریکس 2×3 متریکس مربعی نیه. متریکس های مربعی متریکس هایی بودند که تعداد سطرها و ستونهاش با هم دیگه برابر بود، اما این متریکس ما مربعی نیه. پس دترمینانت برای از این تعریف نشده میشه گزینه B پاسخ صحیح این سوال ما. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم اول سمنگان متریکس A یک متریکس 2×2 به ما داده، دترمینانت چه از ما خواسته. خب کاری نداره دیگه دوستان عزیز، میگیم که دترمینانت A ما مساوی میشه با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی میشه 5 ضرب در 2 منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی میشه 3 ضرب در 4 مساوی میشه با 5 ضرب در 2 10 منفی 3 ضرب در 4 12 10 منفی 12 برابر با منفی 2 میشه. گزینه B پاسخ صحیح این سوال ما شد. خب دوستای عزیز جلسه 4 از فصل 6 هم به پایان رسید. ما در این جلسه دترمینانت و خواص دترمینانت یاد گرفتیم. تا جلسه بعد خدا نگهدارتان.